سلام دوستان، این نوبت ما مسئله 227 کتاب ریمکویچ را حل می نماییم. در شرط آن گفته شده است برای آنکه پساژیر لحظه در حالت بی‌وزنی باشد، اتومبیل از میانجای کوپروکی برجسته رادیوسش 40 متر با کدام سرعت باید گذرد؟ رادیوس معلوم 40 متر با کدام سرعت باید گذرد؟ حل: مثال این کوپروک و البته رادیوس کجیش 40 متر. مثال در همین نقطه ها ماشین حرکت می نماید و البته به وی قوه مرکز گریز، ما سمت این قوه مرکز گریز رو همه وقت مقابل از سمت مرکز تصویر می نماییم، یعنی از مرکز تا به جایی که جسم جایگیر است کشیده می شود قوه مرکز گریز. و البته به پایان به ما به همین اتومبیل قوه وزنی تاثیر می رساند. برای آنکه پساژیر در حالت بی‌وزنی قرار گیرد، قوه وزنیش یعنی همین قوه مقاومت با قوه وزنی برابر شود، برابر می شوند. قوه مرکز گریز برابر می شود با قوه وزنی و در این حالت پساژیر در حالت بی‌وزنی قرار می گیرد. فرم قوه مرکز گریز رو ما می دانیم v کوادرات تقسیم r برابر می شود با m. اینجا m رو یادمون برابر نیم mv کوادرات تقسیم r فرم قوه مرکز گریز می باشد و فرم قوه وزنی mg. m ها در اینجا اختصار می شوند. از اینجا v رو می یابیم r به g ضرب می شود v کوادرات برابری g ضرب r و v برابر ریشه gr برابری ریشه 10 ضرب 40 400 از ریشه 400 میبراید تقریبا 20. یعنی ما برای تقریبا هستیم که در اینجا ژ را تقریبا 10 گرفتیم. 20 متر تقسیم ثانیه. این هم جواب مسئله 227.